به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت. مردم سربلند تاجیک از قدیم الایام با عرف و عادت، عنعنه و رسم و آیین خویش در جهان شهرتیار بود. در این ردیف خوجند باستانی در پاس داشتن سنت و عنعنه های ملی، فرهنگ روزگارداری، همسایه‌داری، محلداری و آبادکاری افتخاری نسل امروز گشته است. خوشبختانه در محله های قدیمه خوجند شهر فرهنگ روزگارداری و عائله‌داری را امروزیان نیز پابرجا نگه می دارند و حلقه پیوند از نسل به نسل میراث می گذارند. در دایره دستور سپارش های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، رشد عنعنه‌های مردمی، احیا نمودن هنر و طعام‌های ملی و ترغیب و تشویق آن، ما در یکی از حولی‌های محله قوش حوض شهر خوجند برنامه نوبتی آفتاب محبت را آماده ساختیم و از فیض روزگاری مادر 95 ساله که برای ذخیره زمستان گذرانی فرهنگ پرغناوت گذشتگان خیش را کاربر هستند بهره‌مند شدیم. بیننده های عزیز و ارجمند، درود به یکایک شما. شاعر بسا عالی می فرماید 7 آسمان به زیر قدم های مادر است. این تنگنای چرخ نه دنیای مادر است. سر می نهد به پای عزیزش ستاره ها، مهتاب جلوه گستری شبهای مادر است. ما این لحظه از روزگار یک تن زنی برومند دیار، مادر مشفق، زنی آینده ساز، زنی که با نوری چشمانشان زندگی خیش را سبز کردند و فرزندان سالم و صالح را تربیت کرده در ساحات مختلف خواجگی خلق راهنمون ساختند و امروز شهد دوران پیری می چشند و ما از عرف و عنعنه عادت‌های قدیمه نیاکان که در خوجند باستانی پابرجاست از خاندان این مادر مشفق دریافتیم و بهر شما پیشکش می سازیم. ما را همراه باشید. به دست ما کتابی ای محبت. مادری ارجمند، من این لحظه از شما بابت همین پاس داشتن عرف و عادت‌های ملی پرسان می‌شوم. من در خاندان شما ما می‌بینیم که چقدر رسم و رسوم‌های مردمی پابرجاست. امروز اگر ما نظر کنیم به عائله جوانان، همین آن چی که بابایان ما، مادر کلان‌های ما داشتن در محله قوش حوض که ما این لحظه برنامه را تهیه میکنیم، همه عرف و عادت‌ها احیا هستند، پیشکشی جوانان ما میشوند. من آتی گفتنی هم که من اگه بند پشتم کاری پسر بچه بله. پشتم به تازه کردن، دونی و اشکمبه های خالی کردن، نیها زن ها البته و نسانی اکن گشتای اکن مایده میکنن و آمی آویزن پسران کرده میتید گل نامه و نسانی وی رویغان داخت کنی و خانکار داخت کردنی و وی پختن و همین خیلی کارهای همشته من گل نام میکنن نتانستگیش در روی میگی بله همراه میکنه همراه میکنم ها بودگیش راستش بخیر. در واقع ذبح چاروا نیز در فرهنگ روزگارداری ما تاجیکان مقامی خود را دارد. جوان پسران نبیرگان بیبی خلیچه با کار قصاب دستیاری می کردند و دخترکان خاندان بر روبوچین منزل تازه و آراسته نمودن کاشانهشان سهم می گذاشتند و ذخیره های جمع کرده شان را برای زمستان گذرانی در تخانه جمع می آوردند.
هم مرا سرگرم کار خود دیدیم. در یک کولی زیبای و برهوای تاجیکانه در فضای آرام و آسوده 5 عائله همزیستی دارند. از روی هوس میگوییم بینید چقدر زیبا. بیهوده نگفتند که وحدت کامل از خاندان سرچشمه میگیرد. راست بوده است. مردان روزگار از کهن با رعایت عرف و عادتهای اساطیری خویش برای زمستان گذرانی چاروا را خوب نگاه و بین می‌کردند تا که محصولات گوشتی منفعت آور باشد و در جای ذبح چاروا علو می‌گراندند که این هم حکمت خود را داشته است. شهر باستانی خوجند به بسیار رسم و آیین‌ها، عنعنه‌های پرارزش خیلی بسیار میباشد و خرسندی آورش همین که همین عنعنه‌های نیک تا با ما آمده رسیده. یکی از همین عنعنه‌ها یعنی که در موسمی گویا که تیرماه بعد از کمتر سالقین شدن آب و هوا همین مردم تیرماه به خصوصا مال میکشند، گوسفند میکشند یا گوساله میکشند و همین گوشت برای تیرماه و زمستان و تا سال آینده ذخیره میکنند. بعد گوشت خشک میکنن، میگن گوشت قاق میگویم که بعد تگی روغن میکنن، قورداغ میگویند و یک چیز که همین خودی از خودی گوشت گوسفند هم حسیب شوربا میکنند، کالا شوربا میکنند، بسیار بامزه میشد و یکون پخته خوشرو کردند کار. یک چیزی عجایبش همین که همین اساسا مردها برای زنهای خانه همین گوشت میده کرده یک اندازه برای آسان شدن کار همین میده کرده میتیند. بعد باقی مانده کارهای همشه خودی زنهای محترم ما، مادران و بانوان ما و شما همین بعد ترتیبی معینش هست و گوشت های میده میکنند و بعد و یک خادم گرفته ایستاده و یک خشک میکنند و بعد از یک مهلتی معین به خشک شدن و بعد گرفته روغن به داغ کرده انمون خون به می انداختند. خیلی از تا به نزدیکی بعضی ظرف‌ها بود که همون ظرف‌هایی که گویی که گوشت خصوصیتی و اصلیش گم نمی‌کند، یعنی که یک و یک حالتی گویی که گوشتی نو خرید برین نگاه می‌داره. مادران ما حسیب تیار می‌کردند، بسیار خوراک‌های بامزه می‌پختند و حاضر بینیدان که انمین از پوستی گوسفند پوست تازه کرده ایستاده پوستنبه میگفتن. همین پوستنبه هم خودی گوشت برین یک بار از آبی گرم گذرانده ایستاده بعد تازه کرده خشک کرده و هم نمک کرده ایستاده گوشت برین قاق میکردن پوستنبه بعد خودبه می آویختند. همین پوستنبه هم روید که همین خیلی بامزه میشد. گوشت خودی پوستنبه حدش گویی که یک دیگریشه باز پره میگرداند خوراکا، مثلا آش پلاو، مثلا ماش برنج، شاوله و چند نمودی خوراک‌ها به همین هم کار می‌کنم. یک اندازه کمتر از نظر دور شدگی اینقدر پیشتر بر این استفاده نمی‌برند. اگر حاضر شما جوانا علاقه من میدانیتان آینده به وقتی که خانه به همین یک گوسفند بکشتن تمام مزه و ویش از گوشت یگان مانده ندارد. فقط قصاب گفتن در کار وقتی که همین گوسفند مال میکشند همین گوسفند همین پوستی گوسفند کمتر روغندار کر گفته نشان دکار و قصابا خودشون این چیز جدا استا چونکه یک قبطی معینی روغن خودی پوستی مو بشود اگر و انهمون سانی با عالی جناب میشد. ما جوانا به بعضی مسائل های گفته ایستادن دکار. من فرزندان عزیز، پسران عزیز، آینده و البته شما هم کمال میوتان، بابای میرستان، آیله دار میشویتان و یک چیز دانیتان که زندگی به البته برای یک دسترخوان یک اندازه پرناز و نعمت شدنش البته هر سال یک موسمی گوسفند کشی گوسفند کشتن کوشش کردن در کار که همین گوسفند گویی که چیزی میپرتافتگی نیست. خواهش میکنیم همتان بگی همین البته آیله به میگویتان همین خوش رو کرده تازه کرده نمک کرده چه خیلی که گفتیم همین گوشت برای استفاده بردن در کار و سانی غذا نوکیش هم بلند و فایده نوکیش هم هست. البته هم برای سلامتی هم برای گویی که همین برای خوراکه ها یک زمستان به ذخیره شدنش یک گلبه کمک میکند. بله مردان به جوان پسران خیش
سنت و آیین و رسم و عادتهای قدیمه خلق تاجیک را طریق صحبت و عملاً نشان می‌دهند تا که از نسل به نسل رود و روز و روزگار ملت تاجیک شاد و شایسته باشد. برکت یاد این سال بگذشت و خداخوای و حاجت دنبالای و میرسد. بله بله ما در خوده ها میبینیم که همون گوشت قاق کرده شما حالا هم ذخیرش هست. شما اینقدر تجربه زندگی مادر را گرفتید که حالا وای ادان شده الکی برای زمستان گذرانی آماده هستید، برای نبیره ها همشه یاد میدیدن. البته من گفتم که من از این تعبیر سر میزد پیاز بود که که بود مال پیچی اپریل شده روغنای آورده چه که چیزی به چیزی تایام میگیرم گیرون بچه ها دوستین چه بچه ها موادهای خوردنی موادهای دانگی شما همین خمه های سفالی و همشه جا به جا کردید. عروسان خاندان شما به گفت و فرمان هستند، همه سخنهای شما را با آب طلا می نویسند. همه خمه ها و گوشت خام خود آخر گوشت قاق می اندازیم که گوشت قاق چوب بایشون نماندیم ملویم شده ایسته. بله باید تا سحر میپزدن بلیق جشن میستد چندین وقت میستد میگران زیر اکر میمانم شورشته یک دکتر به دوسته میتوانستیم به خدایش که میمانم و اون ده میخواه میکنم. بی خلیچه گرچنده که سینی 5 کم یک عصر دارند خاطره هایشان را روشن بیان نمودند. وقتی که عروسان خاندانتان همراه نبیره هایتان پستنبه را تازه میکردن شما از بالا نشسته نظاره میکردید، دیدن میکردید، به هر یک کاری آنها نظارت میکردید. البته فیض و برکتی خاندان از نصیحت های مادران از پیران است. همون به استمیستم از قبل برای که می استراف نکنم کرده و یه پشتم به توشون نکرده شکر بوریتان گفته گوزه میشنم دیگه برای که می پروردگار همه از اهلانه همه خودشون خدا شکر من 5 تا گل همی حال مونده 5 تا گلی در یک خاندان. آفرین آفرین. همه هاشون من تا یک چندین سال ها همه یک دیگنده 30 سال 40 سال یک دیگنده دو پسرم دو و اکنون اینا چند دو تا گل نشند یک تا و بچه ها همشون نوری ایره همور همشون حل بندن بیان یک گله آفرین آفرین. هر گاهی که جمع میشن خاندان شما یک توی میشه تنتنه میشه. من این بخور شود من کمپات سر میکنم کنیدم ما علاقه دیدیم افشوره هایی که شما تیار کردید همراه نبیره ها. چیزی میپاتفتگیم نه من می انگروی میخوریم مایدی میده هاش میماند شینی میپزید تقاچه به انداخته سانی میگم که من نمیخواه که مانید پیستر خدا میکرم اکا حاضر که نام رجیم کرده به انداخته میمونن دوگاه که بیستنده بینور نسوه راستن چه کسته همه خیلی آفرین. مادر ارجمند در عرفیت میگویند که صرفه و سرشتکار سری آتشدان به از سوداگر هندوستان این به نهایت حکمت بزرگ دارد. همین صرفه و سرشتکاری را به عروسان خاندانتان شما آموزاندید. آنها امروز به فرزندانشان به نبیره ها می آموزانند. این حلقه پیوند می رود به دوره های دور. خوجند باستانی با همین عرف و عادت های قدیمه خیش در دنیا مشهور هستند. میخواستم که در بابتی همین روزگارداری چند حرف میزدید. صرفه کنن سرانجام کنن خانه دراشون برای که عطا میکنن پیش کارشون شاده میگردونن همیت زندگی وای مثل
با حرمتی یادگیری کردی و البته. مهمان میزنامه خسرو کرده روزانه صرفی سر انجام کرده یک اودیا چندین خیل خروب می‌پزند، بله، نموده های خروب، بله. خودتان باشد چندین خیل افراد بله. کرده میتونید چلپک میکنن، قتلمه میپزن، منتو میکنن از کدوی و از علفا، سمبوسه ها سمبوسه های عجایب. همه خیلی چند خیلی کمپیر خورتون داشته با میکنیم. بله. همین مادر ارجمند ما پیشتر دریا دارید شما، مادر کلان های ما وقتی که به مهمانی میرفتن علاقه اول شب آمادگی میدیدن، میگفتن که عروسان خاندانشان به اشاره میکردن که خیزیتان یک تاتون کدو رو تازه کنیتان، یک تاتون پیاز کنیتان، یک تاتون خمیر شورید و از همون سمبوسه میکردن از کدو یا چلپک های کدوگی میکردن و مهمانی میبردن، هم اهل خاندان سیر میشد. شما چی نظری داری؟ من روز رو که اینا کنیم فقط معرکه بود در سالان جانده چیزی اون گفتم های میگم همه چیزام های گیتم کتش وای کنتم خمراج کنتم من وای منت کنتم یا سمبوسه کنتم گفته گید من هم چند خیلی کودکان سیر میشن، هم مهمانی میبرن. تنوکچه ها میکنیم قلمه میکنیم یا چلپکی پیازین که رو خسره کمپیر خوراک و هایی میکنیم. یکم بار من به بازار یک چیز خریده برادم نمیفسانم. آفرین. پشتی که صرفی سرم جان خانم خدا شکر پول پیما من همون خریدن آورده خانه همون صرفی میگیری جانه خام گیرون بیانه خانه ساخته پخته خودن همه بچه ها چون مهمان همشه بر اضافه هم میماند بچه یک بار خریدی یک بار خرید همی خیلی رفته خریدن گرید دگر خانه برای کج میکند پیشتر ای بود زنک بازار به کوچه ها رفته نانگی رو آمدن اتنور ای میکنن که یکتن حولو و اکن من همه چیز همسایه هایم همه شو هم میخواه همه میخورم میپزن خمیر کن نان رو فتیر کن مرکه میشد همین کوچه رفته خریدن نمیبیم. بله، همسایه‌داری از زمان گذشته به ما میراث آمده است و طفیل انسان‌های زندگی ساز و جهان افراز قافل سالار به دوری‌های دور می رود. بیهوده نگفتند که همسایه به حق خود برابر است. همسایه داری البته از قدیم الایام در خوجند باستانی عموما در عرف و عادت‌های تاجیکان در مد اول می استاد، یعنی که مردمی دنیا از همسایه داری ما آنها هوس میکنند. امروز همسایه داری ما، عرف و عادت های ما، زندگی ما برای جهانیان مایه آموختنی است، برداشتنی است. آنها بسیار فرهنگ زندگی ما را دوست داشتند، می آموزند. وقتی که اینجا می آیند خوششان می آید که از اینجا نروند. و همسایه داری از نگاه شما مثلا گیریم مادر کلانی من اگر سمبوسه می کردن یا یکان خوراکی با لذت می کردن اولش رو می گفتن که به همسایه درست کن. شما چی می گویی؟ من نمی اولش که نام می پذید در همسایه خواه دو چند دیگه بزن میتید دو دیگه حالی هم میکنیم همه کاره سمبوسه پخته اتاینا فلان چی بیده بیخسته کردن مانن گفته پمید کنیم برای که عطا میکند مهمان داری همه چیز بدی حالو خری و بیموفق کن مرکه و اول همسایه. بله. که چقدر آدم که این امارات حالو خری سادیم همسایه چقدر بخشنگه از احوالی همدیگر با خبر باشند، یگان معرکه کنند. همسایه ها البته زیبی دسترخوان شما، زیبی خاندان شما میشوند. بی خلیچه با اظهار میگوید که سالهای گرسنگی و قحطی را پسی سر کردند. ایام نورسیشان با عذاب و عقوبت‌ها پسی سر شدند و می‌افزایند که امروز برخی از عائله‌ها عروسان جوان به قدر ناز و نعمت‌های زندگی نمی‌رسند. حالا پاچه و قسم‌های زیادی چاروا را به پرتو حواله می‌کنند که این خاص مردم تاجیک نیست. سانی من نه فستمی میکنن، جازه میکنن، تیری میکنن، همه نیور ها ما اکن محله همسایه ها بچه ها بیاد همه شما راز میکنیم که این توی گفتن خانه و
برکه عطا میکنه. البته. صرفی سرانجامی بیشتر. اگه همینه بینور کرده براده پتوتن به من رو دینه همینه خوشروی کرده یگان گرم یک چیزی پتوتن نمیمتونه. بله. یعنی که برکه میتید خاندان البته نه برکه من حلقه میدونم برکه بودگیشه حلال بودن پاگیده بودن کچه‌های و مالوکشم بوده میپرتم که من توبه کنم میشنم که خیر انسان هم تونگی میگفته ابی هیچ برام دیگه این گوسفنده یگان اشتون چیزیش پرتوفته همه چیزش حلال است. البته اگر گوساله کشتگی باشند یا مثلا گاو میگوییم نسبتا کلان حیوانی شاخدار کشتگی باشن اگر ذبح کردگی باشن اگر پوستش تازه کرده ایستاده خوشرو کرده نمک کرده ایستاده و یک قاق میشد و هم خوش میکردن به جای همین کرپچه استفاده میبردن. همین گردی مثلا صندلی با یک درآمدی خانه جای دهلیز و یک چیز که و همین زمستان بیان و موی تازه و انمی گلیمای حاضر همین قیمت هست که همون برین یک نرم بود و یک آدم شنید خود یک کرپچه به شتگی باید بیدید. بنابراین ما یک اندازه های انو مادر کلانای عزیز ما گذشتگان ما من فکر میکنم که آینده شما ادامه میتیتان یک کاری خوب میشود. این البته یک اقتصادیات خودی عائله بیام این چیزها همش گویی که از منفعت خالی نیست به نفع کار به فایده کار است. برای همین ما امروز صفی گوسفند من دیدیم گوشت میده کردیم روغن میده کردیم در اطراف همین مسئله گپ زدگی ما به خاطر همین که همین های نیک و پرشرفی نیاگان شهرتیار ما آینده و ادامه دادن در کار همش به خاطر منفعت برای اهل عائله برای اقتصادیات عائله برای یعنی که ثمرناک استفاده بردن آنچه که برای دسترخوان پرناز نعمت گردین دسترخوان ما استفاده شده است. سرگرم صحبت شدیم. عروسان خاندان نبیرگان از روی عنعنه اجدادی پوست چاروا را از پشم تازه کرده پوست دنبه و کله پاچه ها را سرخ نموده برای قاق نمودن و ذخیره کردن آماده ساختند و دیگر عروسان خاندان داخل آن را برای بریان کردن و زیر روغن گرفتن و تیار کردن حسیب و قضیهای بالذت شروع نمودند. چه لذت و کیفیت و شیره دارد زندگی مادر تاجیک. از روی عنعنه‌های مردم تاجیک وقتی که گوسفند رو میکشن کله شوربا میکنن یا حسیب شوربا میکنن. حسیب میکنیم. حسیب البته چقدر با لذت شود دستان شما میرسد مادر عزیز. یاد دادگی نمک روش آب و شاق شود گفته بیشنم سکن. بله. روی دسترخوان شما ناز و نعمت‌های طبیعی تاجیکستان از حولی خودتان منه انگور و سیب و آل و چقدر با لذت غولینگ منه دسترخوانی پاردوزی شده تاجیکانه چقدر عرف و عادتهای ما زیبا است. میخواستم که بابتی همین فرهنگ لباس پوشی زنان و بانوان این لحظه یادآور میشدید زیرا که مادر کلانهای ما در عصرهای گذشته اینقدر به عفت بودند اینقدر با شرم و حیا بودند زندگی دوستدار بودند عائله دار بودند شهردار و شهرساز بودند پدران روزگاری ما و خوشبختانه این عنعنه را مادران ما پدران روزگار ادامه میدهند و امروز متاسفم که با کوچه میبرید برخی از جوانان ما برخی از زنان ما به تن لباسهای سیاه یا لباسهای تنگ و تار که از اروپا آمده است برای ما بیگانه است و بر میکنند. شما چه نظری دارید؟ من میگم که همین لباس ها من اترس ها حلس ها همه چیز چقدر زیبنده است دخواب بخور کریبستی حتی جایی که باشد فرنگ ها همه خیلی این مولی مردمی تاجیک است دست جا همه وقت مول دکان و خودشان میبوفن همه جا حوض میکنن یعنی که تاجیکانه پوشن گفته همین آرزو میکنم زیبنده باشد منم ما میبینیم که نبیره های شما ابیره های شما
در تن لباس اطلس، آه. لباس های گلدوزی شده، چقدر زیبا و همین عرف و عادت رو شما به قلب آنها جا میکنید. یعنی که کرته مادر کلانشان رو، یعنی کرته ماماشان رو از بر بدر نمیکنند، نمیکشند، زیرا که اگر دوست دارن بیبی کلانشان مادرشان حرمت میکنن، لباس رو، انعنه رو، عرف و عادت رو. همین طور نی؟ کلام باشد اگر خود ترک کرده میپیچن. من چیور بودم انا، خودم آفرین. اگه نگام چیزی پتوام نیست انا. و نمیمونم بکن از نیهای همین عدد که دیگه من کلنامه میبینم که دسترخوان پاره دوزی شده، یعنی که از همه کرده هایی که مانده است، باقی مانده است، شما ماندگی سرشته کاری کردید، دوخته ماندید. یک بچه نمیپتم راستین چه همه چیز یک چیز میشد. وقتی که دخترکان من بیرچه ها که میشینید با اونها چی سخنها میگوید؟ گپای روز کده ماندگیتان هست؟ سلام علیکم. آداب سلام دهی، آداب مهمان روی، مهمان ها که آمدگینده چه پیشوز میگیرن، چه آدابانه بچه های دخترک باشد آدم به آدم میشد. دخترکای نبیره هایی که آنها آینده زندگی مستقلانه رو میبرن، یعنی که به شوهر میبرویند یا پسرکان همسری حیاتیشان رو قبول میکنند، شما چی نصیحت میکنید به آنها؟ دخترای خودم من نیوزه خواهم همتان فرزندای من صرفه سرانجا کنیتان حیات بکی پاماندیتامی صرفه سرانجا حق خوب صبر و طاقت، الان صبر و طاقت و حق بگیتان عالم گلستان تمام اموراتان و دعا سبز میشه. البته هم دکون حیات های پستی های بلندی های هستی های نیستی های این به سخن شیرین. بله، سخن شیرین، سخن شیرین که دیگه اگه بود جان داد و جان اما خیلی و عزت کردن و بچه های ترس و جنگ نکرده آدابانه سخن برنه دیگه همون ساقه که میبرود. بله. همین خیلی وردی های میشنه خیلی گفته. یعنی که شما مادر عزیز پشت نمیگیرید، یعنی طرف گیری نمی کنید؟ نه، من لوجیکه میگم که آدابیاتی تا همالش تربیه ده. میگوین که در خاندانی که مادر کلان هست در آنجا کودکان تربیه خوب مییابند و هر یک قدمی آنها رو زیرا که مادر کلان نظارت میکند. وقتی که سری آتشدان میرن دخترکان، شما صرفه سرشتکاری را یاد میدید، میگوید که همین یک بریده گوشت این شب بست، این یک بریدش گرام مانیتم برای فردا، یا اینکه یک کاسه برنج اندازید یک کاسه دیگر برای فردا. همین طور نه؟ همین خیلی اکن تو همین شب گویم من تو مثال یک کاسه گرونت انداخت افغان میکراتیم اینجا گرام بیده اهم یک خالص چیزی گرام. آفرین، برای ذخیره. ذخیره برای همون گفتگی من میکل میکنه. خدا شکر خوانند هم چیزایی عادت. بله. فرزند را پیشتر نیوه کلیم نیوه دخترای خودم همه و همین و بیگه بره. من دیگه طبق میکنیم حلال پاکیزه اول دیگه شده بالش بیتسون دو پسر آقاد خودی میدیم همین خیلی. من از صحبتی گرمی شما کپک ها هم الهام گرفتن، آنها خانیش کرده ایستادند. چقدر زیباست زندگی تاجیکانه، عرف و عادت های تاجیکانه، زیرا که آنجا که سخن از محبت است، سخن از حقیقت است، سخن از زندگی آینده فرزندان میرود، از تنها از تربیه درست میرود، آنجا برکت است، آنجا فیض هست، آنجا نصرت است. من تشکر میگویم و تا آندمی که ما صحبت کردیم علاقه عروسان خاندان شما همه جا را بسر کردن، یعنی گوشت ها بسر شدن. مادر ارجمند، این همه فیض زندگی ما، فیض روزگاری ما از دستگیری ها، از مهنت های شب و روزی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. امروز مادران همه دست به دامن دعا میگیرند که سرور مملکت صحت و سلامت باشند. وقتی که من همینجور که اربابه من آشتی گفته پرزیدنت جیرزم گفتم دیدم که یک خوشتی های قد بلندی بردی مهینی راستین چک دیدم وای گیرم آمد که همین آدم
الهی تنیس ساخت کند و امورش دراز کند و همین زمین های پروردیان ها تینجه های تینجی کند و اردانی امانی کند و مانت الهی پدر است و رحمت، مادر است و دنیا آوردگی و رحمت. الهی این گفته دعایتان سبز بود است مادر الهی عزیز. من هر بار میبینم تماشا که میتونم که دا وقت من گفته هر دنیا همه پرزیدنتی تاجیکستان نبی وای بچه من وای و جای خوشوی نبی. الهی هم عمرش هم دراز کن، 100 سال ها باشن، همه خیرت به آوردن، هیچ نشون با همه خیرت های خدا مناسب بینن. منم ها مادران حق همسایگان، همسرها، رجب احمدزاده، همه یک به یک همه دارم ده از حال ما میپرسن، هر چیزی مروت میکنن، عشق به این روزگار بره. پسر دار خیلی بی دادا بی بو خواه خانش توز که دادن، همون به توی که دادن، بی قصه من این جنگ ها همسایه پشت دیوالنده، همه محل های رئیسی بیلویه احمدزاده. البته دعا میکنم عمرشان دراز کند، رحمت بر کیوانتان جانشان صاف کند. تشکر مادری ارجمند برای این قدر صحبتی ناب، صحبتی جذاب. در حقیقت جانهای ما راحت کرد از صحبت شما. باوری هم داریم که من اینجا نبیره های شما از صحبت شما یک جهان لذت بردن، معنی گرفتن. مطمئنیم که در آینده برای زندگیشان استفاده میبرند و روز و روزگار شما را به پیش میبرند در آینده همچون نمونه از زندگی شما، یک برگ سبز. زیرا که اگر هایی که در آینده زندگی تو خوش گذرد، زندگی تو آباد باشد، دعای پیران را گیر، یعنی دستی پیران را گیر. امروز اگر هر یکی ما و شما از زندگی پیران آگاه باشیم، از دعای پیران زندگیمون را شاداب گردانیم، فردا آینده ما درخشان است. من به هر یکی این جوانان سعادتمند دیار سرسبزی میخواهم، مثل شما برومند، آبرومند، ظفرمند، دولتمند باشند. هستی مادر بزرگ خاندان درختی عظیم سحربالوپر توت را میماند که در سایه‌اش عائله پناه میبرد و از شیره خیرتش شاداب میشود. باشد زهی مادر دوام دهنده زندگی شایسته اهل بشر. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت.